میخوایم جنگای صلیبی یکو که هممون هم با بازیش هم با دوبلش خیلی خاطره داریم روی دیوایس‌های اندرویدیمون بالا بیاریم. قبل از اینکه بریم، من شوالیه‌ام، خوشحال میشم برای حمایت این ویدیو رو لایک کنی و چنلمو سابسکرایب داشته باشید چون با هم زیاد کار داریم. خب جنگای صلیبی یک بازی مخصوص پیسیه. پس برای اینکه ما این بازی رو دیوایس‌های اندرویدیمون به صورت نیتیو اجرا کنیم، لازمه یه محیطی شبیه ویندوز رو گوشیمون باشه. نرم افزار وینلوتور این کارو واسه ما انجام میده. حالا قبل از اینکه بریم آموزش 0 تا 100 رو با هم شروع کنیم، وینلوتور و جنگای صلیبی رو از کانال تلگرامم دانلود کنید. توی توضیحات نوشتم چجوری. وینلوتور رو که از تلگرام دانلود کردیم، میزنیم نصب بشه. همون اول که اینستال رو میزنیم ممکنه یه پیغام بهمون بده. با چه عنوانی؟ با این عنوان که unsafe app blocked. more details رو میزنیم، بعد install anyway. اینجا اوپن رو میزنیم. وقتی تموم شد دسترسی لازم رو بهش میدیم چون بالاخره قراره همه فایلای ما رو تو قالب ویندوز به ما نشون بده. شبیه ساز ویندوز خودش یه نصبی داره انجام میشه. بعد این به اضافه بالا رو میزنیم. اینجا یه اسمی واسه اون پی سی مون باید انتخاب کنیم. من حالا لقب خودمو میزنم، شما هر چی دوست داشتین بزنید. IR Night 95. این تیک آبی رو میزنیم. الان یه پی سی واسه من ساخت. وارد پی سی که بشیم اینجا پارتیشنامون رو میبینیم. مثلا درایو دی توش یه سری فایلای گوشیمون هست ولی اون جنگای صلیبی که الان دانلود کردیم نمیبینیم. میریم تو وینلاتور 3 نقطه ادیت، بعدش اینجا درایوز رو پیدا میکنم. جلوی درایو دی یه آیکونه اونو میزنم. Open Directory اینو میزنم. Create New Folder یه فولدر جدید میسازم. حالا اسمش هم میذارم مثلا PC که بیاد به کارمون. Use this folder بهش دسترسی میدم که از این فولدر به عنوان درایو دی من استفاده کنه. حالا میرم سراغ اون جنگای صلیبی که از تلگرام دانلود کردیم. خب فرمتش زیپ فشرده است. میزنم که به اصطلاح استخراج بشه، اکسترکت بشه. وقتی که تموم شد فولدر رو میبرم توی همون پی سی که ساختم میذارم. مثل همین چیزی که الان داریم میبینید. پی سی رو میاریم بالا، دوباره میریم تو درایو دی، فولدر بازی که گذاشتیم و اینجا میبینیم. کلیک میکنیم. آیکون بازی که پیدا کردیم یه انگشت میذاریم رو صفحه، با انگشت دوم راست کلیک میکنیم. بعد Create Shortcut. اینجوری آیکون بازی میاد رو صفحه. اینو مینیمایز میکنیم. دوبار رو آیکون بازی کلیک میکنیم. بعد میبینیم که داره چشمک میزنه. اگه این حالت براتون پیش اومد، هی مرتب تصویر میپرید چشمک میزد، برمیگردیم توی وینلوتور ادیت، کارت گرافیک رو میذاریم روی VGR، تایید میکنیم، میریم که دوباره بازی رو چک کنیم. خب دوباره میایم اینجا رو آیکون بازی کلیک میکنیم. میبینیم که مشکل برطرف شد، دیگه چشمک نمیزنه. وای میسیم این لودینگ تموم شه. حالا بسته به اون گوشی و سخت افزاری که دارین ممکنه کم و زیاد طول بکشه. خوش آمدید. اینجا کیبورد میخوایم. سمت چپ صفحه رو میکشیم راست، یه همچین منوی میاد. کیبورد رو انتخاب میکنیم. همون کیبورد گوشی میاد بالا. من دوباره اسم خودم رو میزنم. اسپیس نمیدونم چرا کار نمیکنه. مهمم نیست. این از این. دوباره کیبورد رو میبندیم. همون نسخه HD کامپیوتره که به صورت واید تصویر. نسخه اولیش که عریض نبود الان عریض شده. حالا یه ریمیکش هم که اومده اون دیگه فکر نکنم به گوشی بخوره. اینجا ساخت و ساز میکنیم دقیقا مثل کامپیوتر. همون نسخه است. همه چی هم اوکیه. برای اینکه بازی رو سیو کنیم سری بعدی بیایم چیکار میکنیم؟ همین آیکون کلید رو میزنیم. سیو. دوباره کیبورد میخوایم واسه اینکه اسم بنویسیم. این از کیبورد. مثلا من همون 1 میزنم بره. مهم نیستش که. در حال ذخیره کردن. سری بعدی لود میکنم هر جا بوده. حالا باز اگه مورد خاصی بود تو کامنت ها واسم بنویس. مخلص.